این سوالات در مورد دنده و زنجیر جلو و عقب ممکنه براتون پیش اومده باشه. قبل از خرید دنده زنجیر چه نکاتی باید رعایت کنیم؟ این که میگن باید H بگیریم یا L بگیریم دقیقاً چیه و چه تفاوت‌هایی دارن؟ زمانی که دنده زنجیر خراب میشه چه اتفاقی میافته و از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ چجور باید زنجیرمون رو اصولی تنظیم کنیم که عمر بیشتری داشته باشه؟ سرویس زنجیر چیه و چه کارهایی باید انجام بدیم؟ و اینکه چجور تقویت کنیم که سرعت و قدرت بهتری داشته باشه؟ این سوالات توی دایرکت یا داخل بخش پشتیبانی خیلی از ما پرسیده میشه که میخوام اینجا کامل پاسخ بدم. بریم یه مقدار جزئی‌تر این قسمت رو بررسی کنیم. خب زنجیر ما یک قطر مشخص و یه سایز مشخصی داره. حالا تفاوت L و H که میگن چیه؟ اگه توجه کنید در واقع زمانی که توی لوازم یدکی هستین بهتون میگن حالا Hش میخواید یا Lش میخواید. مثلا شما نمیدونید کدوم بگید و اونو هم ممکنه راهنمایی درستی نکنه. ببینید L از لحاظ سایز و قطر یه مقدار از H کوچیک‌تره، یعنی ضخامتش کمتره، پس بهتره از در واقع H استفاده کنیم. 428 H یا 428 L یه مقدار قیمتش پایین‌تره ولی خب کار را بندازه دیگه، میتونید از اونم استفاده کنید، ولی اگه بودجهتون محدود نیست حتما از H استفاده کنید. و زمانی که در واقع این قسمت خورشیدی اگه خورده بشه یعنی تیز شدگی داشته باشه، اگه توجه کنید الان تیز نیست، من دستم رو بذارم اصلا تیز نیست. زمانی که تیز شدگی داشته باشه یعنی خورشیدیمون خرابه. به همین راحتی میتونیم تشخیص بدیم. زمانی هم که زنجیر کش بیاد، ما وقتی چرخ رو میچرخونیم اگه توجه کنید یه جاهایش سفت میشه، یه جایش هم شل میشه. حالا این شل و سفت شدنه دلیلش اینه که زنجیر کش اومده، یه قسمتش کش اومده، مثلا توی یک موقعیتی موتور قرار گرفته، فشار بیش از حد اومده و باعث شده که زنجیرمون کش بیاد و باعث شل و سفت شدن میشه. حالا کدومش اهمیت بیشتری داره؟ اگه بخوام توی یک جمله بگم اینکه این شل سفت شدنه زیاد مهم نیست، نه اینکه کلا مهم نیست، زیاد مهم نیست، ولی تیز شدگی خورشیدی بسیار مهمه. اگه دیدید که خورشیدتون تیز شده حتما باید اقدام به تعویضش کنید. حالا میرسیم به تنظیم زنجیر، تنظیم اصولی زنجیر. شاید فکر کنید کار خاص و باید یه کار پیچیده انجام بدیم، در صورتی که اصلا اینجور نیست. ببینید ما دو تا زنجیرکش داریم دیگه، یکی این طرف یکی هم اون طرف. بالای دو شاخمون اگه توجه کنیم چند تا خط داره، چند تا شاخص هست. روی خود زنجیرکش هم دقیقاً اینجا که من انگشتم رو گذاشتم یه دونه شاخص هست. حالا اگه بخوایم زنجیر رو تنظیم کنیم میایم روی گزینه، مثلا این طرف روی گزینه 1 2 3 و نیم من تقریبا گذاشتم، این طرف رو گذاشتم روی 3 و نیم، اون طرف هم میذاریم 3 و نیم. حالا باید دقت کنید که این زنجیر ببینید در همین حد باشه. حالا این باز یه مقدار شله، شما میتونید یه مقدار باز سفت‌تر کنید. ببینید در همین حالت یه مقدار سفت‌تر که در واقع به دنده زنجیر آسیب نزنه، چون اگه زیاد سفت باشه هم به شافت خروجی گیربکس آسیب میزنه، هم به خورشیدی‌ها و هم خود زنجیر آسیب میبینه. اگه توجه کرده باشین ما میایم بعضی وقتا یه دونه از این فنرها، البته این فنر نیم جک هست، فنر دو جک استفاده میکنیم و تقریبا به این شکل میندازیم که مثلا یه جورای خورشیدی گیره. خیلی ها میپرسن دلیل این کار چیه؟ ببینید دوستان، زمانی که خار سر خورشیدی خراب بشه، جوی خارش خراب بشه، ما نمیتونیم تعمیرش کنیم یا تعمیرش بسیار سخته. ما میایم چند تا از این فنرها میندازیم که در واقع خورشیدی رو بگیره که خورشیدی بیرون نیاد و دلیلش همینه و دلیل دیگه‌ای هم نداره. کار زیاد استانداردی نیست، پیشنهاد نمیشه، چون این کار باعث میشه قاب زنجیر
نتونیم قرار بدیم، نتونیم بندازیم، هرچند که حالا باز میان پشت قاب زنجیر رو میبرن و اینجور کارهایی هم انجام میدن، ولی کار درست و استانداردی نیست و پیشنهاد نمیشه. برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم بوش توپیمون خرابه یا نه، بسیار کار ساده‌ای باید انجام بدیم که بتونیم تشخیص بدیم. ما اولین کار این خورشیدی رو میگیریم توی دستمون و یه مقدار در راستای زنجیر جلو عقب میکنیم. ببینید من الان انگشتم رو دارم جلو عقب میکنم. میبینید که الان خورشیدی کاملا کیپه، اصلا جلو عقب نمیشه. اگه دیدید که یه مقدار لقی داره، اگه لقیش خیلی خیلی کم بود مشکلی نیست، ولی اگه دیدید یه مقدار زیاد بود یعنی بوش توپیتون خرابه. به همین راحتی میتونید تشخیص بدید و پیشنهاد میشه حتما تعویضش کنید، چون باعث آسیب به توپی میشه، به در واقع خار سر خورشیدی فشار میاد و توپیتون آسیب میبینه. الان هم توپی قیمتش بالاست و شما مجبورید برید در واقع یه رینگ کامل بخرید. پس این نکته هم بررسی کنید و حواستون باشه. و اما سوال پرتکرار بعدی شما این که برای تقویت چه خورشیدی بندازیم که قدرتمون بیشتر بشه، گاهی وقتا هم دلمون میخواد سرعتمون بیشتر بشه. خب در حالت استاندارد خورشیدی جلو ما 15 است، خورشیدی عقب هم 38. این چیزیه که خود کارخونه تعیین کرده و نمیشه چیزی گفت، چیزی استاندارده و مناسب موتور هست و هیچ فشاری هم به گیربکس نمیاره. خب حالا اگه ما بخوایم یه خورشیدی بندازیم که مناسب سرعت باشه، ما اهل سرعتیم، دوست داریم موتورمون سرعت بره، میایم چی کار میکنیم؟ میایم خورشیدی عقب رو یه مقدار کوچیک‌تر میکنیم، مثلا میکنیم 36 دندونه یا 34 دندونه و جلو رو یه مقدار بزرگتر، مثلا 16 دندونه یا 17 دندونه. حالا برای قدرت میخوایم، ما مسیرمون کوهستانیه، دلمون میخواد موتورمون قدرت بیشتری داشته باشه، میایم خورشیدی عقب رو یه مقدار بزرگتر میکنیم، مثلا میکنیم 40 یا 42، جلو رو کوچیکتر، مثلا 14 و به همین شکله دیگه. خودتون توی دستتونه میتونید بخرید و این کار رو انجام بدید. امیدوارم که از این ویدیو نهایت استفاده رو ببرین. ممنون میشم مثل همیشه از ما حمایت کنید.